باید اطاعت کنیم انشاءالله. اون روز خداوند متعال ما را از قبرم بیرون کند، ما دو دست بر سینه مطیعا لامره میشیم، میگیم مولا بفرمایید جانم بفرمایید. آقا را دیدن لازم نیست، آقا همیشه در دل ما جا دارد. آقا همیشه در کار ما، هدایت ما، ارتباط ما با خدا امام زمان هست. بله اگر حضورش رسیدیم اون وقت معلوم نیست که از خود بی خود بشیم، اصلا دست نمیرسد به این چه حرف بزنیم. اونقدر انسان عاشق به معشوق برسد، اون وقت ای بسا انسان اگر انسان کامل و عاقل و مدرک باشد شاید غالب توهی کند. لذا جا دارد به ابی انت و امه.